کوهی پرگنج. بود نبود یک بیوزنی بود. این زن از پشم رشته می بافید و با پول آن زندگی خود و پسرک یگانه‌اش میرعلی را پیش می برد. وقتی که میرعلی به کمال رسید، مادرش گفت: من دیگر قوت مهنت کردن را ندارم پسرم. برای خودت کاری بیاب. اکنون تأمین زندگی بر دوش توست. خوب شده است مادر جان، گفت در جواب میرعلی. جوانی بیچاره خیلی سرگردان شد. در هیچ جای کاری پیدا کرده نتوانست. نهایت به نزد بوی دیه آمد. ای بوی، به تو کارگر لازم؟ لازم، گفت بوی و او را به خدمت پذیرفت. 3 روز گذشت، اما بوی به او کاری نمی فرمود. میرعلی حیران بود. روز 4 بوی به نزدش میرعلی را خواند و برزگاوی را به او نشان داد و بفرمود که او را بکشد و پوستش را جدا کند. سپس امر داد که میرعلی 2 اشتر او را بیارد، 4 خلطه کلان را به شترها بار کند. در یک شتر پوست گاو را بار کردند و به شتر دیگر بوی سوار شد. آنها به راه برآمدند. به دامنه کوه بزرگی رسیدند. بوی امر داد که میرعلی پوست گاو را به زمین پهن کند و در بالای آن بخوابد. میرعلی چیزی را نفهمید، اما سرکشی هم نکرد. همین که میرعلی بر روی پوست گاو خوابید، بوی چالاکانه او را به پوست پیچانید و با ریسمان محکم بست و در پس سنگ پنهان شد. همین وقت 2 پرنده بزرگ پیدا شدند و پوست گاو را با میرعلی به منقار گرفته به هوا پریدند. در قله کوه دست نارس پرنده ها با چنگال و منقارشان پوست را پاره کردند و چون آدمی زنده را دیدند بترسیدند و پریده رفتند. میرعلی به خود آمد. بوی از پایان فریاد میکرد: ای، به زیر پایهایت نگر. سنگ های قیمت بها را میبینی؟ آنها را به پایان افکن. خلطه ها پر شوند، به تو راه فرامد را نشان میدهم. میرعلی به زیر پایهایش نگریست. طلا و نقره، زمرد و الماس در زیر نورهای آفتاب یلقاس میزدند و چشم میربودند. میرعلی سنگ ها را جمع آورد و به پایان میافکند. بوی آنها را به خلطه ها جای میکرد. وقتی که خلطه ها پر شد، بوی به میرعلی گفت: به اطرافت نگاه کن. میفهمی که کارگر به من برای چی لازم؟ بوی پیسخند زنان به خانه‌اش رفت و میرعلی بیچاره به اطرافش نگریسته دید که در همه جا استخوان پاره های آدمی میخوابد. این استخوان پاره های آنهایی بودند که بوی آنها را با فریب به کوه آورده و آنجا گذاشته بود. ناگاه از کجای عقاب پیدا شد. عقاب به میرعلی در افتاد، اما جوان چقانی کرده از پایهای عقاب سخت داشت. عقاب به هوا پرواز کرده خود را به این سو و آن سو میزد تا که از میرعلی خلاص شود. نهایت عقاب مانده شد و به زمین فرآمد و میرعلی پایهای او را رها کرد. جوان به خانه آمد. 2-3 روز دم گرفت و باز به بازار برآمد تا کاری یابد و ناگاه دید که بوی هم به بازار برای کارگری نو آمده است.
من کار میکابم، به من کار لازم. به نزد بای آمده گفت میرعلی. بای او را نشناخت. او را همچون کارگر کیرا کرد و آنها به خانه بای آمدند. باز با فرموده بای میرعلی گاو را کشت و پوست کند. پوست را به شترها بار کردند و به راه برآمدند. در دامنه همان کوه بای به میرعلی امر داد پوست را پهن کن و در بالایش بخواب. نفهمیدم. چی خیل؟ پرسید میرعلی. چی خیل نفهمیدی؟ آنا این خیل. نشان دادنی شد بای و بروی پوست خوابید. میرعلی در بای را به پوست پیچانید و با ریسمان سخت بست. همین زمان دو پرنده بزرگ پیدا شدند و پوست را با بای به منقار گرفتند و پریدند. در قله کوه پرنده ها پوست را پاره کردند و بای ترسان و لرزان را دیده ترسیدند و پریده رفتند. ای بای، وقت غنیمت، سنگ ها را به پایان افکن، همان طوری که من به تو افکنده بودم، گفت میرعلی. تنها همین وقت بای فهمید که این کارگری پیشینش میرعلی است. ای تو، چی خیل از اینجا فرامدی کنی گوی؟ سنگ ها را پرتا، خلطه ها پر شوند، راه را نشان میدهم. بای از حول جان گفته های میرعلی را اجرا میکرد. خلطه ها پر شده. اکنون راه را نشان ده، من فرایم، زاره کرد بای. به اطرافت نگر. استخوان آدمان بیگناه به تو راه را نشان میدهند، گفت میرعلی و با شترهای پر از جواهرات راه خانه‌شان را پیش گرفت. بای گریان و نالان در سر کوه ماند.